کریووس، کریتوس، کریکوز، پادری کریتوس. آهان فهمیدم. خب متهم کریتوس از خودش دفاع کنه. من الهه یونان هستم، کریتوس پسر زئوس، قاتل خدایان. کسخل گفتم از خودت دفاع کن، نگفتم که اعتراف کن. شنیدم که خانواده و ننه باباتم که به قتل رسوندی. چرا؟ من خانواده خودم رو کشتم و الانم پشیمونم. من میگم این کسخله شما بگید نه. یه سوال، خانوادتم خدا بودن؟ هم من هم خانوادم از خدایان قدرتمند و پرزوری بودیم. الان مثلا موقع بلند کردن یه چیز سنگین چی میگی؟ میگی یا پدرم؟ نه، من از کلمه یا علی استفاده میکنم. بعضی وقتا هم یا حسین یا ابوالفضل. بچه هم داری؟ آره یه دونه پسر من دارم. یه سوال، چرا پسرت اصلا شبیهت نیست؟ نمیدونم اصلا این سگ پدر از کجا یهو پس افتاد. اصلا موقعی که این به دنیا اومد من داشتم نقشه قتل خدایان رو میکشیدم. یه شکایتم از طرف آرتور مورگان داره، میگه سال 2018 حقش خوردی. اون زیادی گو میخوره، ولش کن. قوی ترین حریفت تا الان کی بوده؟ 100% سور قوی ترین بوده. شنیدم یه بچه خوشگل اینجاست که خیلی داره ادعا میکنه. الان منظورت از بچه خوشگل منم؟ من کاری ندارم ولی همین بچه خوشگل قاتل 1000 تا خداست. منم مایک تایسون هستم، مرد آهنی، بهترین بوکسوری که تاریخ بشریت به خودش دیده. زنده میخوام بخورمت. تاش بتونی سرشو بخوری. بهتره همین الان تمامش کنید وگرنه خودم میام و دهن جفتتونم سرویس میکنم، فهمیدید؟ مثل اینکه شماها آدم نمیشید، باید خودم آدمتون کنم. به من فقط قاضی پادریک نمیگن، به من قاضی پادریک جنگجو هم میگن.